ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Сатторов Қурбоналӣ. پس از اشتراک در همایش بین المللی با مناسبت 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مهدوم قلی فراقی زیر عنوان رابطه زمانها و تمدنها اساس صلح و ترقیات در شهر اشخاباد ترکمنستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند. یادآور می‌شویم که امروز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اشخاباد در حاشیه بین المللی به مناسبت 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مهدوم قلی فراقی زیر عنوان رابطه زمانها و تمدنها اساس صلح و ترقیات اشتراک و سخنرانی نمودند. در تاجیکستان برگزار کردن میزهای مدور بین المللی بخشیده به حیات و ایجادیات فراقی، گذاشتن پیکره مهدوم قلی در شهر دوشنبه، نامگذاری یکی از کوچه‌های زیبای پایتخت کشور و مکتب تحصیلات میانه عمومی در ناحیه دوستی ولایت ختلان نشان واضح دوستی و مناسبت‌های سازنده مردمان برادر تاجیکستان و ترکمنستان دانسته شد. 11 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفر کاری وارد شهر اشخاباد ترکمنستان شدند. در فرودگاه بین المللی اشخاباد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان تنگریگولی اتخلیف و دیگر نمایندگان والامقام صمیمانه پذیرایی کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اشخاباد در همایش بین المللی به مناسبت 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مهدوم قلی فراقی زیر عنوان رابطه زمانها و تمدنها اساس صلح و ترقیات اشتراک و سخنرانی نمودند. محترم سردار گلبانگولیویچ، محترم اشتراکداران همایش، پیش از همه میخواهم شریک بودن خود را با عرض سپاسی که به محترم سردار گلبانگولیویچ بردیم میدم. جهت دعوت و میهمان نوازی سنتی از طرف میهمانان عالی مقام دیگر بیان گردید ابراز نمایم. همایش امروزه ادامه سلسله چهاربینی‌های می باشند که به افتخار جشنواره یکی از متفکران بزرگ شرق مهدوم قلی فراقی از جمله با سرپرستی یونسکو در کشورهای گوناگون عالم برگزار می‌گردد. این چهاربینی‌ها گواهی روشن اعتراف سهمین نظررس فرزانه مردم ترکمن در میراث ادبی جهانی میباشد. ما از قرار وارد نمودن مجموعه دستخطهای شاعر و متفکر معروف و نامگوی بین المللی یونسکو و همچنین بزرگداشت او در رویخط صحنه‌های مهم خاطره‌روی این ساختار سازمان ملل متحد استقبال می‌نماییم. در تاجیکستان نیز به جشنواره این متفکر بزرگ احترام می‌گذارند. در پایتخت وطن ما سال جاری بخشیده به حیات و ایجادیات فراقی میزهای مدور بین المللی گذرانیده شدند. در شهر دوشنبه پیکره مهدوم قلی نصب گردیده یکی از کوچه‌های زیبامنظر پایتخت کشور ما به نام او گذاشته شده است. 1 سپتامبر در روز دانش ما یکجا با محترم سردار گلبانگولیویچ در ناحیه دوستی ولایت ختلان تاجیکستان در فضای تنوع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به نام مهدوم قلی فراقی را به استفاده دادیم. این رویدادها بی‌شبهه رمز واضح دوستی و مناسبت‌های سازنده مردمان
برادر تاجیکستان و ترکمنستان گردیدند. دوستان گرامی، مخدوم قلی فراقی توسط میراث نادر خود در رشد فرهنگ و ادبیات مردمان آسیای مرکزی سهم ارزنده داشته است. ایجادات او همچنین با میراث بزرگ ادبی تاجیک و فارس پیوند ناگسستنی دارد. به همگان معلوم است که فراقی هنوز در سن نورسی با ادبیات غنی تاجیک و فارس که در کتابخانه پدر شاعرش محفوظ بود شناسایی پیدا کرده است. چنانه که از ایجادات شاعر برمی آید، او از میراث ادبی متفکران معروف سطح جهانی تاجیک و فارس از جمله ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، سعدی شیرازی، جلال الدین بلخی و حافظ شیرازی الهام گرفته است. ایجادات فراقی در نوبت خود به ادیبان معاصر ما الهام می باشد. بسیاری از ادیبان و ترجمان‌های معروف تاجیک ده‌ها مجموعه اثرهای او را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر کردند. ایجادات مختوم قلی سرشار غایه‌های بشردوستی به مانند دوستی، برادری، خیرخواهی، غمخواری نسبت به آدمان و خلق و اطوار نیک انسانی است. میراث او بیشتر پل پیوندگر در راه توسعه رابطه‌های بین فرهنگی و به هم نزدیک گردیدن کشورهای ما و مردمانمان می باشد. دوستان ارجمند، از نگاه ما همکاری بین فرهنگی همچون عامل مؤثر رابطه بین ملت‌ها و تحکیم همدیگر فهمی میان خلق‌ها از اقتدار بزرگ برخوردار است. با در نظر داشت این کشورهای ما را می باید با مناسبت احترامانه و تحمل گرایانه نسبت به عنعنه و ارزش‌ها و میراث معنوی و فرهنگی همدیگر نمونه عبرت باشد. در این زمینه تاجیکستان پیوسته از اقدامات عملی مشترک جهت توسعه همکاری در ساحه بشری جانبداری می‌کند. با این بعد نیز برای رشد همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه با همه شریکان خود از جمله با ترکمنستان تلاش‌های ضروری به خرج خواهیم داد. در رابطه با این می‌خواهم از سطح صفتاً بلند تمام مجموع مناسبت‌های بین تاجیکستان و ترکمنستان که خصوصیت شریکی عمیق استراتژی را کسب کردند یادآور شود. در فرجام می‌خواهم ترکمنستان دوست را برای تنظیم باشکوه و سطح بلند برگزاری این همایش تبریک نمایم. سخنرانی خود را می‌خواهم با مصرع‌های پرمحتوای مختوم قلی فراقی که در وصف دوستی و صداقت به سرزمین خود با زبان تاجیکی به کلام داده است حسن انجام بخشد. خلقی که چون یک عائله با هم باشند در شادی و غم در سر یک سرخوانند، از صدق و سعادت به وطن می‌بالند، با قانون زندگانی خود پیوندند. از توجهتان سپاسگزارم. در همایش بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مدال جشنی 300 سالگی مختوم قلی فراقی سرفراز گردانده شدند.
امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همراه با سران پارلمنت ها و راهبران هیئت های پارلمنتی دولت های دوست که برای اشتراک در کنفرانسی بین المللی بین پارلمنتی بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به تاجیکستان تشریف آوردند، به خاطر احترام و ارجگذاری به تاریخ گذشته خلق تاجیک در پایه مجسمه اسماعیل سامانی گلچند برگذاشتند. امروز در بینای پارلمانی تاجیکستان با ابتکار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان کنفرانسی بین المللی بین پارلمنتی بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سخنرانی نمودند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکسبان ما. 11 اکتبر در بینای پارلمنتی تاجیکستان کنفرانسی بین المللی بین پارلمنتی تحت عنوان 30 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در کار آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک و سخنرانی نمودند. در کنفرانسی بین المللی راهبران پارلمنت ها و هیئت های پارلمنتی فدراسیون روسیه، جمهوری ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران اشتراک نمودند. در آغاز کار کنفرانسی بین المللی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سخنرانی نمودند. Уважаемые главы парламентов и руководители парламентской делегации, уважаемые участники и гости конференции, дамы и господа, рад приветствовать всех вас, уважаемые коллеги и дорогие гости в столице Таджикистана, городе Душанбе. Хочу выразить глубокую признательность всем уважаемым главам парламентов за участие в работе международной межпарламентской конференции. С вашего позволения, уважаемые коллеги, начинаем пленарное заседание Международной межпарламентской конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Таджикистан. Уважаемые главы парламентов и руководители парламентской делегации, уважаемые участники конференции, дорогие гости, дамы и господа, прежде всего приветствую визит в Таджикистан высоких гостей, уважаемых друзей, высокопоставленных делегаций парламентов стран. Данная международная конференция проводится в честь 30-летия основного закона Конституции Республики Таджикистан.